بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام، فصل دوم: اسباب و عوامل بیماری های باطنی تباه کننده قلب. مقدمه: 5 چیز تباه کننده دلها هستند. یکم، زیاده روی در آمیختن با بیماردلان. دوم، امید و آرزوهای دور و دراز. سیوم، دلبستگی و وابستگی به غیر خداوند. چهارم، اسراف و تبذیر در خورد و خوراک. پنجم، افراط در خواب و استراحت. این امور 5 گانه از جمله مهمترین تباه کنندگان قلب هستند. ما در این فصل به بیان پیامدهای مشترک و ویژه هر یک از آنها خواهیم پرداخت. باید فهمید که قلب زمان به سوی خداوند و دنیای پس از مرگ روی می آورد و راه حق و روش صحیح را کشف می کند و با آفات نفس و عمل و راهزنان راه آگاهی می یابد که زنده، توانا، سالم، با اراده و بصیرت باشد و دل مشغولی های کاذب و بازدارنده او را به خود مشغول ننماید. اما آن 5 عامل روشنایی قلب را خاموش نموده، بصیرت آن را از بین برده و سبب سنگینی شنوایی و حق پذیری آن می شوند. اگر به تمام آن را کر و کور نگردانند، همه تواناییش را تضعیف و صحت و سلامتش را دچار اختلال و اراده اش را به شدت کاهش می دهند و او را به ارتجاع و استای دچار می نمایند. اگر انسان این امور را احساس ننماید، قلب او دچار مرگ معنوی گردیده است، زیرا آدم مرده زخمی شدن جسم خود را احساس نمی کند. این عدم احساس دلمردگی مانع اساسی بر سر راه رشد و تکامل آدمی می شود و مانع از آن می گردد که به سوی هدفی که برای آن آفریده شده گام بردارد، یعنی قدم بردارد و لذت، سعادت و مسرت خود را، یعنی خوشنودی خود را در وصول به آن بداند. هیچ نعمت و لذت و شادمانی و مسرت و گام نهادن در راه رشد و تکامل جز از طریق معرفت و محبت خداوند و آرامش به وسیله ذکر و یاد او و آرامش و شادمانی به وسیله نزدیکی به او و شوق دیدارش ممکن و میسر نیستند و این بهشت ابتدایی و دنیای صاحبان قلب سالم است. همان گونه که تنها از طریق ایمان و بندگی و اطاعت صادقانه و خالصانه خداوند است که می توان به نعمتهای به حد و حساب آخرت دست یافت. یعنی صاحبان قلب سالم را 2 بهشت است، یکی در دنیا و دیگری در آخرت. اگر در دنیا خود را از آن محروم کنند، در آخرت نیز از آن محروم می شوند. از شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه قدس الله روحه شنیدم که می فرمود در این جهان بهشت است که اگر کسی به آن وارد نشود، به بهشت آخرت هم وارد نمی شود. یکی از عارفان گفته است: گاه قلب را حال و هوی و آرامش و شادمانی آنچنان است که در دل می گویم خداوندا اگر بهشتیان هم در چنین حال و وضع قرار دارند، براستی از زندگی پر از نعمت و سعادت برخوردارند. یکی از دوستان خداوند گفته است: بیچاره دنیا پرستان که بدون بهره‌مند شدن از
بهترین لذت‌ها دستشان از دنیا کوتاه شد. سوال شد بهترین لذت‌های دنیا کدامند؟ گفت عشق، محبت، الفت و اشتیاق به دیدار خداوند و خدمت به دین و دنیای خلق و روی آوردن به او و پشت کردن به غیر او. نعمت است که با هیچ لذت و نعمت دیگر قابل مقایسه نیست. هر کسی که دل زنده و بیدار داشته باشد با ذوق خیش آن را احساس می کند و به صحت آن شهادت می دهد. اما آن اسباب و عوامل پنجگانه این راه را بر انسان‌های می بندند. میان قلب و آن لذت‌ها و نعمت‌ها صد و دیواری بلندی را ایجاد و او را از حرکت باز می دارند. بیماری‌ها و ناهنجاری‌های را برایش به وجود می آورند و اگر انسان بیماردل دل خیش را از آنها پاک ننماید هلاک و نابودی در انتظارش خواهد بود.